بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، یه زمانی یکی از پژوهشگران اسلامی یکی از چتبات های هوش مصنوعی رو آزمایش کرد. اومد به زبان عربی ازش پرسید که دین برحق کدوم دینه؟ هوش مصنوعی اومد بهش گفت که دین اسلام. بعد همین سوالو به زبان ژاپنی ازش پرسید، گفت که دین برحق چه دینیه؟ اما به زبان ژاپنی گفت دین بوداییسم. یعنی اینو طوری طراحی کردن که بنابر زمان و بنابر زبان و بنابر مکان بیاد خودش تشخیص بده و بنابر اون میلی که کاربر میپسنده اونو پاسخ بده. و این چیزیه که الان هوش مصنوعی ها دارن برنامه ریزی میشن و انسان هایی در پشت این هوش مصنوعی هستن که دارن به اون سو میدن و طوری برنامه ریزی میکنن که جوابها رو اون طوری که اونها میخوان جواب بده. اما بیایم تو قرآن، چون الان بحث هوش مصنوعیه که اگه هوش مصنوعی اومده، انسان ها اومدن بالاخره هوش مصنوعی ساختن، یعنی با کامپیوتر، با کدنویسی ها و الگوریتم هایی که ساختن میخوان که این هوش مصنوعی مثل عقل انسان تفکر بکنه و بیاد بفهمه و یاد بگیره و مثل مغز انسان کامل همه چیز رو تحلیل بکنه و یاد بگیره. اما ما اگه به قرآن نگاه بکنیم، بیش از 2000 بار به سیاق‌های مختلف اومده به ما میگه که شما باید تفکر بکنین، شما باید عقل خودتون رو به کار بندازین. حالا دعوت مستقیمی که گفته باید تعقل بکنین صراحتاً که گفته 33 بار بوده، یا واژه های مختلفی که به کار برده، ولی اینی که با سیاق های مختلف بیش از 2000 بار از ما انسان ها میخواد که ما عقل خودمون رو به کار ببریم و برای این کار هم سازوکار میده. جاهای مختلفی وقتی که سرگذشت پیامبران رو بیان میکنه، وقتی که ضرب المثل ها رو بیان میکنه، وقتی که جاهای مختلفی چه مستقیم چه غیر مستقیم انسان رو به تعقل، به تفکر سوق میده تا اینکه انسان مسئولیت پذیر باشه، نه اینی که هیچ تفکر و تعقلی نکنه و خوراک ذهنی خودش رو از جای دیگه بگیره و در بحث تفکر و تعقل تنبلی بکنه. ما سازوکارهای مختلفی خداوند تو قرآن بیان کرده، اینی که ما بیایم سنت‌های الهی رو بفهمیم و از تقلید کردن، از اینکه هیچ تفکری نکنیم، فقط تقلید محض بکنیم، چه از پیشینیان و هر چیزی دیگه‌ای که خوراک ذهنی ما باشه، از این نهی میکنه. یعنی باید به خودمون زحمت بدیم که بیایم و تفکر بکنیم و خداوند اینو میخواد که عقل خودمون رو به کار بندازیم و عقل و وحی در اصل دو تا پر انسان هستن که انسان رو به تعالی میرسونن و نمیشه که انسان حالا تعقل نکنه، یا اینکه باید بدونیم که حتی عقل هم یک جایی به محدودیت میرسه و به کمکش وحی باید بیاد که این بالها برای انسان تکمیل بشن و انسانو به تعالی برسونن. چون انسانی که تعقل نمیکنه و خوراک ذهنی خودش رو از جای دیگه میگیره، از افراد دیگه میگیره، از پیشینیان میگیره، آزادی رو از خودش گرفته و انگار میخواد بگه که من اگه مسئولیتی هست بر عهده اون کسیه که من ازش تقلید کردم. اما
خداوند چنین چیزی رو نمیپذیره و از ما اینو میخواد که ما همیشه تعقل بکنیم و همه چیز را بسنجیم. خداوند اومده حتی به خوراک‌های عقل هم توجه کرده تو قرآن. همین شنیدن، دیدن، اینها خوراک‌هایی هستند که انسان به وسیله اون مثل انگار عقل انسان، قلب انسان مثل یک ظرفیه که هرچه میبینه، هرچه میشنوه، هرچه همینها وارد این ظرف میشن و به وسیله همین تفکر و تعقل میکنه و یاد میگیره و خداوند نهی میکنه از چیزهایی که ضد عقله و ناآگاهانه هست، مثل اینکه ما از گمان پیروی بکنیم، چیزی که به اون یقین نداریم. و بعضی موقع تو تاریخ شاید ما بخونیم که مسلمون ها وارد یک حوزه‌ای می شدن، وارد یک چیزهایی می شدن که اصلا عقل دیگه گنجایش ورود به اون رو نداشت و باید وحی می بود که اون رو بیان می کرد و متاسفانه بحث‌ها زیاد می شد و علاوه بر اون کسان متفکرین که در این حوزه وارد شدن و خودشون وارد این سیاه‌چاله ها شدن، مسلمون های دیگه ای رو هم در این راه غرق کردن. اما اگه تو قرآن نگاه بکنیم، یعنی تو قرآن نگاه بکنیم، چون ما تو حالا اگه بگیم که دکارت و فلسفه دکارت و اینا یا علوم غربی که بیان میکنن اینه که عقل تو قلب نیست. عقل انسان در سر انسان، مغز انسانه. اما چیزی که تو قرآن میبینیم چیزی متفاوت از اینه. خداوند تو قرآن واژه قلب رو به 3 معنا به کار برده. یک بار فقط به معنای عضو بدن انسان به کار برده که کارش پمپاژ خونه و بقیه مواردی که به کار برده یا اینکه کانون عواطف انسانه، اینی که قلبش سالمه، قلبش قفل شده، قلبش اصطلاحات دیگری که به کار برده، یا اینکه میفرمایند که محل اندیشه و ادراک انسانه، یعنی قلب انسان محل اندیشه و ادراک انسانه. اگه ما بیایم عقل انسان رو داخل عصر هوش مصنوعی تحلیل بکنیم که این هوش مصنوعی فرصتیه یا تهدیده، کلا اگه نگاه بکنیم خود هوش مصنوعی یعنی هوشی که صنعت دست بشره و ساخته دست بشره و انسان ها اومدن خواستن چیزی مثل مغز خودشون رو طراحی بکنن با کدنویسی و الگوریتمی که با همین سیستم های خودشون میخواستن بسازن و یعنی یک محصوله، یک چیزیه که خودشون مثل ماشین و بقیه مواردی که میسازند اینو هم ساختن و دارن روش کار میکنن و هر روز دارن اونو بهبود میدن. در حالت کلی چون عقل نعمته و هر چیزی که محصول عقل هم باشه باز هم نعمته و کسی نمیگه که حالا استفاده از اینها دیگه ممنوعه و اینا. حتی گاه وقتی لازمه که ما برای اینکه در وقت خودمون صرفه جویی بکنیم از ابزارهاش استفاده بکنیم، اما همه چیز به نحوه استفاده برمیگرده و اینی که مخاطب، کسی که استفاده میکنه چه نوع استفاده ای میکنه و اینی که اونایی که ساختن هدفشون از ساختن این، یعنی این بگیم که بعضیا دارن هوش مصنوعی رو به این سمت سو میدن که بتونن یک سری خرافات رو تو جوامع انسانی
رواج بدن. قبلا خرافات به وسیله حالا افرادی بود که داستانها رو نقل می‌کردن، افرادی که مردم حرفشنوی داشتن یا جاهای دیگه. الان خرافات در لباس هوش مصنوعی و تکنولوژی و بقیه موارد اومده و یکی از مضرات هوش مصنوعی، یعنی که اینی که انسان فقط مصرفگرا باشه، اینه که تحلیل و تصمیم گیری انسان خیلی ضعیف میشه. فقط اگه انسان مصرفگرا باشه بدون تفکر انتقادی که روی محتوای هوش مصنوعی داره، یعنی اگه این فقط مصرفگرایی باشه، یعنی ذهن انسان کم کم تنبل میشه و اصلا نمیتونه مسائل رو تحلیل بکنه، تصمیم گیری بکنه و دچار مشکل میشه. و حالا بیایم خطرات هوش مصنوعی رو در حوزه دینی و شرعی اگه بخوایم چند تا بگیم. یکی اینه که اگه ما نتونیم خوب بهش دستور بدیم و خوب ازش سوال بپرسیم، یا همون چیزی که میگن مهندسی پرامپت، میاد پاسخهای خیلی بدی به ما میده، اصلا قابل قبول نیستند و شاید انسانی که داره میپرسه به همون قانع بشه و در این مسئله از متخصصین نپرسه و به همین بسنده بکنه و این باعث گمراهی و باعث کجروی انسان ها میشه. دومین چیزی که هست، هنوز هوش مصنوعی هایی که مخصوص و بدون اشتباه، یعنی فقط بیان از منابع اسلامی و طبق دقت کافی داشته باشن، اصلا وجود نداره و خیلی جاها اشتباه میکنن. مخصوصا اگه سوالی بدون حالا فهم مهندسی پرامپت و بقیه موارد باشه و یک حالا انسانی باشه که هیچ ذهنیتی نداره، اگه هر جوابی بده راحت قبول میکنه، دچار اشتباه میشه. یکی از اشتباهاتی که بوده مثلا تو بحث ارث بوده که اشتباه کرده و وقتی ما به هوش مصنوعی های رایگان نگاه میکنیم، شرکت ها اومدن یه چیزی رو عمومی عرضه کردن، مثل همین چت جی پی تی یا شرکت های دیگه ای که هست، یعنی مدل های هوش مصنوعی خودشون رو رایگان عرضه کردن، مدل پولی هم دارن، اشتراکی یعنی، و میان بهترین خدمات رو به اونایی میدن که به صورت پولی و اشتراکی اونو تهیه کردن. اونایی که رایگان استفاده میکنن اطلاعات خیلی غلط و اطلاعات خیلی سطحی به اونها میدن و این باز هم یکی از مشکلیه که بیشتر مردم اصلا از اون نسخه پلاس و پرو و اینا استفاده نمی کنن، از نسخه رایگان استفاده میکنن و داده های یعنی خیلی اشتباهی و سطحی به کاربران میده. یکی از چیزهایی که هست اینه که هوش مصنوعی، خوراک هوش مصنوعی داده هاییه که تو اینترنت وجود داره، داده هاییه که علاوه بر این که کتاب ها و صداها و مثلا ویدیوها و بقیه موارد، داده هایی که تو فضاهای مجازی رد و بدل شده، همه اینها وجود دارن، یعنی هم درستش وجود داره، هم صحیحش، هم غلطش وجود داره و اگه انسانی نفهمه و نتونه از اون هیچ اطلاعی نداشته باشه، میتونه باعث کجرویش بشه. و یکی از حالا پژوهش‌هایی که انجام دادن اینه که بیشتر مصرف کنندگان نسخه عمومی که از همین چت بات ها وجود داره، از هوش مصنوعی وجود داره، بیشترشون کسانی هستند که
کشورهایی هستند که از نظر توسعه علمی در سطوح پایینی قرار دارند و این یکی از تحقیقاتی بوده که انجام دادن. یعنی نسخه های عمومی همون رایگانش که نسخه های حرفه‌ایش نیستن. و یکی از چیزهایی که حالا باز هم دانشگاه های معتبر دنیا اومدن برش اجماع کردن و حالا اجماع اخلاقی و علمی گفته بر اساس مجمع اخلاقی آکسفورد و اجماع علمی، استفاده مستقل از این ابزارها برای افراد زیر 16 سال باید محدود و تحت نظارت باشه. چرا؟ چون عقل اونها در حال شکل‌گیریه. اگه اینها به همین ابزار هوش مصنوعی تکیه بکنن، فرصت رشد طبیعی مغز رو از اونها میگیره و نمیتونن بعد از اینکه بزرگ شدن تفکر داشته باشن یا تحلیل مستقلی از این ابزارها داشته باشن و تفکر انتقادی داشته باشن. اگه یک مقایسه‌ای داشته باشیم بین عقل انسان و هوش مصنوعی، کانون ادراک، مقایسه کانون ادراک بکنیم، کانون ادراک میگه که انسان، یعنی قلب انسان به عنوان مرکز ادراک قدسی و ارزش‌های اخلاقیه، ولی هوش مصنوعی شبکه‌های عصبی محاسباتی مبتنی بر آمار و احتمالات، یک سری عدد و احتمال و اینا رو داره و بر اساس اون میاد جواب میده، در حالی که انسان این قابلیت رو داره که ارزش‌های اخلاقی رو درک بکنه و اگه نگاه بکنه به خاستگاه عاملیتش، انسان، همون عقل انسان، روح الهی و اراده آزاد داره، ولی هوش مصنوعی ساختارهای سخت افزاریه. یعنی حالا روی جی پی یو هایی اومدن نصب میکنن و اومدن کدهای برنامه نویسی که دارن به اون سو میدن، میگن اگه فلان حرفو زد تو فلان چیز جواب بده، در حالی که هیچ حیاتی ندارن و برنامه ریزی شده هستن. و اگه در زنجیره معرفت بیایم اونها رو مقایسه بکنیم، انسان، عقل انسان متصل به وحی، دارای زنجیره انتقال معتبر و تقواست، در حالی که هوش مصنوعی دیگه کورکورانه میاد داده ها رو استخراج میکنه، اصلا براش مهم نیست و هیچ یعنی چی نداره یک ارزشی داشته باشه که بخواد بر اساس اون داده ها رو استخراج بکنه. اصلا هیچ اخلاقی به هیچ اخلاقی پایبند نیست، مسئولیت پذیری اخلاقی نداره. اگه بیاد یک کاری انجام بده، یعنی اخلاق براش مهم نیست. همونطوری که الان میبینیم مثلا تو بحث‌های حالا هک و بحث‌های امنیتی که تو کشورهای غربی داره رخ میده، مدل جی پی تی 6 اومده، 56 اومده رفته یک سایتی رو هک کرده، بعد شرکت آنتروپیک هم مدلش رفته چند تا شرکت رو هک کرده بدون اینکه مسئولیت اخلاقی داشته باشن و اینها حالا چیزایی هستن که دارن مشکل ایجاد میکنن. و مرزهای دانش، انسان میدونه که بالاخره علم بشر محدوده، در برابر عالم غیب باید تسلیم بود، اما هوش مصنوعی فکر میکنه که دیگه همه چیز میفهمه و همه چیز قابل پیش بینیه. حالا برای اینکه از این هوش مصنوعی استفاده بشه، یکی این که یعنی بهتر استفاده بشه، ما یک قطب‌نمایی داریم، قطب‌نمای اخلاقی تو اسلام داریم که یکی این که خلافت انسان، یعنی انسان به عنوان جانشین خدا باید این فناوری رو در مسیر آبادانی زمین به کار ببره و بیاد به وسیله همین فناوری عدالت و همه چیز که در راستای
تعالی انسان هستن به کار ببره. چون الان یکی از چیزایی که هست میشه جلوی فسادهای مالی و بقیه موارد رو با همین ابزارها و تکنولوژی ها گرفت. یکی دیگه اینی که انسان، یعنی مسلمان ها و مخصوصا علما، باید با چالش هایی که نوپدید هستن، چالش هایی که هوش مصنوعی ایجاد میکنه و نوپدید هستن، باید بتونن هرچه زودتر احکام راهگشایی استنباط بکنن، استخراج بکنن. و بعدش اینی که ما از هوش مصنوعی برای رفاه حال عمومی استفاده بکنیم، برای آموزش. چون هوش مصنوعی خیلی قابلیت‌های خوبی هم داره. اینه که مثلا میتونه برای هر شخصی یک نوع برنامه‌ریزی آموزشی شخصی سازی شده انجام بده. یا در حوزه بهداشت خیلی میتونه کمک بکنه برای اینی که بتونه داروهای جدید ایجاد بشه، یا اینی که بشه وقتی که ما میریم برای آزمایش و بقیه رادیولوژی و اینا، هوش مصنوعی میتونه با دقت خیلی بیشتر از پزشکان اونو تشخیص بده. و باید مواظب این هم باشیم که شرکت هایی که دارن این کار رو انجام میدن، خیلی از شرکت ها الان دارن حریم خصوصی رو نقض میکنن. با اینکه میگن ما حریم خصوصی رو نقض نمیکنیم، مثلا چیزی تو اپلیکیشن خودشون رو دارن که هر وقت میخوان، هر وقت داره صدای ما رو ضبط میکنه. یا اینی که وقتی ازش سوال میپرسی، اونا اینو اینطور برنامه‌ریزی کردن که به ما جوابی رو بده که بر وفق نیت اونهاست، یعنی هرچه خودشون میخوان. و اینی که افکار عمومی رو به این شیوه با همین هوش مصنوعی ها میتونن دستکاری بکنن. حالا اینم که یکی از چیزهایی که ما میتونیم تو اصلاح آموزش و فرهنگ مصرف و تفکر، یعنی اینی که ما فقط مصرفگران نباشیم، علاوه بر این که داریم استفاده میکنیم باید تفکر هم روی اون داشته باشیم. تفکر روی محتوایی که تولید میشه، روی اون چیزی که تحویل ما میده همینجوری قبول نکنیم و اونو کامل بفهمیم. و اینی که الان دیگه وقت اینه که متخصصین اسلامی که تو دنیا هستن و در این حوزه متخصصن با هم در ارتباط باشن و بتونن برای جامعه اسلامی هم هوش مصنوعی های خیلی خوبی بسازن و در این زمینه نرم افزارهایی رو توسعه بدن. چون در زمینه اون هوش مصنوعی های بزرگی که هست، همش یا از آمریکاست یا از چینه که این دو قطب دارن روی این با هم مسابقه میدن. نتیجه گیری اینه که هوش مصنوعی محصول عقل بشره و عقلی اگه یک نفر با نیت مریض و نیت بیمارگونه بیاد اینو برنامه ریزی بکنه، خیلی میتونه خطرناک باشه. و هوش مصنوعی خادم عقل و نه جایگزین اون، میتونه در این راه کمک بکنه و یک ابزار خیلی خوبی میتونه باشه. و اینی که خداوند تو قرآن از ما میخواد که انسانی عاقل، متدبر و آگاه و کسی باشیم که همه چیز رو همینجوری قبول نمیکنه و مصرفگرا نباشیم، بلکه همیشه با تفکر و تعقل پیش بریم. امیدواریم که خدا به ما توفیق بده که در هر عرصه‌ای که هستیم بتونیم رضایت خدا را کسب بکنیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.